یکی از اصل‌های مهم قانون مجازات اصل عطف مسبق نشدن قوانین کیفری. بریم که توی 4 دقیقه برات جمعش کنم، منتها به شرطی که قلم و خودکار دم دستت باشه و متمرکز باشی. فقط 4 دقیقه. اصل عطف مسبق نشدن قانون به قوانین ماهیتی اشاره میکنه، یعنی اون قوانینی که به تعریف رفتار مجرمانه و حکم قانونی راجع به میزان مجازات، تعلیق و تبدیل مجازات و تخفیف و تشدید مجازات میپردازن. استثناءاتی داره این اصل عطف مسبق نشدن که استثناش ماده 10 که ماده 10 میگه قوانین مخففه، قوانینی که جرمزدا هستن و قوانین تفسیری در کل اونهایی که مساعد به حال متهم هستن عطف مسبق میشوند. حالا اگر قانون جدید از موارد ماده 10 باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر قانون جدید بیاد و بگه اون فعل دیگه جرم نیست، اگر حکم ما قطعی شده باشه، اتفاقی که میفته اینه اون حکم اجرا نمیشه. اگر زمان اجرا باشه اجرای حکم متوقف میشه و در جایی که حکم اجرا شده باشه اثر کیفری اون مجازات از بین میره. حالا اگر مجازات تخفیف پیدا کنه تکلیف چیه؟ کسی باید بخواد و از کجا باید بخواد که حکم اصلاح بشه؟ اولین شخص قاضی اجرای احکامه که باید اصلاح حکم رو درخواست کنه. قاضی اجرای احکام خود متهم و در اطفال ولی یا سرپرست هستند که میتونن اصلاح حکم رو بخوان. حالا اصلاح حکم رو از چه کسی بخوان؟ از دادگاه صادر کننده رأی، یعنی خود اجرای احکام نمیتونه حکم رو اصلاح کنه. حالا قلمرو اجرای ماده 10 رو بررسی میکنیم که ماده 10 در 2 جا کاربرد نداره، در قوانین موقت و در احکام شرع. چرا در احکام شرع ماده 10 کاربرد نداره؟ مثلا اگر بخوایم ما واضحش کنیم مثال میزنیم کسی رو که محکوم شده به غیر قصاص، حالا به موجب قانون جدید قصاص بر اون رواست، چه اتفاقی میفته؟ قانون عطف مسبق میشه. چرا مگه ما نگفتیم در قوانین مشدد نباید بشه؟ اینجا که هم مساعد نیست هم مشدده، پس چرا داره میشه؟ چون احکام شرع هست. حالا یه سری انتقاد به این نظریه وارد هست. یکی این که این قضیه باعث نقض حقوق مکتسبه میشه، دومی که احکام دادگاه ها رو بی‌ثبات میکنه و سوم اون چیزی که در فقه هست فقط لازم الاجرا نیست، باید تو قانون باشه تا لازم الاجرا بشه. حالا میایم انواع جرایم رو بررسی میکنیم که عطف مسبق میشه قانون در اونها یا نمیشه. جرایم رو از حیث زمان تقسیم میکنیم به جرم مستمر و جرم آنی. در جرم آنی که قانون عطف مسبق نمیشه و تابع قانون زمان وقوع جرمه. اما در جرم مستمر ما 2 نوع جرم مستمر داریم. یکی جرم مستمر پیاپی هست، یکی جرم مستمر دائم. مستمر پیاپی اگه بخوام مثال بزنم مثل شخصی که از لباس پلیس بدون مجوز قانونی استفاده میکنه. هر دفعه استفاده مبین قصد مجرمانش هست، چون هر بار داره عناصر سگانه تکرار میشه، و اینکه استمرار جرم اون ناشی از تجدید اراده مرتکبه، یعنی هر بار داره اراده مجرمانش تجدید میشه که این تابع قانون لاحقه، حتی اگر مشدد باشه و مساعد به حال متهم نباشه. اما جرم مستمر دائم مثل جرم آنیه، یعنی پیرو قانون سابق، قانون زمان وقوع جرم.